خب به نام خدا حالا ما میخوایم توی این لکچر راجع به مشکلات رایجی که دادای FMRI داره صحبت کنیم. کلا بگیم که آقا کلین کردن و پریپراسینگ FMRI چیه و ما برای چه هدفی انجام میدیم. آقا مثلا خب همین کار رو انجام میدیم که چی بشه. خب اه، ما باید از دیتایی که معتبر باشه برای تحلیل استفاده کنیم. حالا یه سری مشکلاتی وجود داره برای FMRI ها، مثل آرتیفکت ها، اختلالی که حالا خود دستگاه یا میدان مغناطیسی یا عوامل فیزیولوژیکی که حالا مثل زمان قلب و تنفس و این چیزا ایجاد میکنه، باید اه، با اینا مقابله کنیم. ما کلا تو طبیعت ما هر کاری بخوایم کنیم این آرتیفکت و نویز و همین چیزا هستش. مثلا یه چیزی نیستش که ما راحت بشینیم مثل آدم تحلیلش کنیم تموم شه بره. هر جایی، هر تو هر مهندسی، تو هر جایی این آرتیفکت ها هستن و دیگه طبیعیه دیگه. یعنی ما زندگیمون پر از آرتیفکت و نویز دیگه، حالا باید باهاشون مقابله کنیم دیگه. یکی از مشکلاتی هم که دیگه هم وجود داره هد موشن هستش، همون حرکت سر هستش و حتی حرکت سر کمتر 1 میلی ثانیه کلا تحلیل ما رو میبره زیر سوال و خراب میکنه و سیگنال به شدت تغییر پیدا میکنه. برای همین باید هد موشن هم خیلی حواسمون باشه و خیلی مهمه. یکیش هم زمان اسلایس تایم دیفرنس هست، زمان تفاوت زمان ثبت هستش، زمان ثبت برش ها هستش و اسلایس ها یکی یکی ثبت میشن، به خاطر همین همزمان نیست و ما میخوایم اینا همه توی زمان باشه و باید این جلوی این خطا رو بگیریم. سومیش تفاوت ساختاری مغز بین افراد مختلف هستش. حالا با توجه به ژنتیکی و هر چیزی اینا اندازه و شکل مغز انسان با هم دیگه فرق دارن و باید برای مقایسه اونا رو همتراز کنیم. آقا مثلا من یه دونه اومدم FMRI رو ثبت کردم، فهمیدم که تو فلان تسک با این مختصات ما دیدیم که فعالیت مغزی ثبت کردیم، دیدیم که تو این مغز فعالیت زیاد میشه. حالا اینو مثلا میخوای بری تو افراد دیگه میبینی، مثلا میبینی که این که من ثبت کردم مثلا یه جا دیگه هست، اون یه جا دیگه هست، این چیه داستان چیه؟ به خاطر تفاوت مغزهایی هستش، حالا مختلف هست و حالا ما اینم خیلی مهمه برای اینکه دیتا ولید معتبر باشه. حتما باید این کار رو انجام بدیم. چهار آخریش هم که همین نویز هست، نویز مغناطیسی، نویز حرکتی، نویز فیزیولوژیکی روی دیتامون تاثیر میذاره. پس پیش پردازی دقیق برای تبدیل این داده ها به حیاتی خیلی واجبه. حالا منم آوردم یه مثالی، آوردم یه که تفاوت بین دیتا خام و FMRI که بعد از پیش پردازش میبینیم. تصویر سمت چپ دیتا خامه، پر از نویز و نویز حرکتی و اعوجاج و آرتیفکت. سمت راست نشون دهنده دیتا که ما پریپروسسینگ کردیم و پاکش کردیم، تمیزش کردیم، ولی بیش از حد صافه دیگه. خب من با این مثال به ما یادآوری میکنه که ما توی FMRI و پیش پردازش دنبال زیباتر کردن تصویر نیستیم، بلکه دنبال معتبرتر کردن سیگنال مغزی هستیم. حالا اینم مثال جالبی که همیشه یادم باشه بد نیست. خب اولین حرکتی که باید بزنیم چیه؟ اول حرکت اصلاح اعوجاج هستش یا فیلد مپ کورکشن هستش. خب تو این اصلاح اعوجاج ما یک سری غیر یک نواختی میدان مغناطیسی یا بی صفر رو بررسی میکنیم و از یه سری تکنیک های سریع مثل EPI و اینا میان انحراف تو میدان که باعث اعوجاج فضایی به وجود تو ناحیه لوب فرونتال و اینجا میشه یا حالت تمپورال هم میشه، باید با اینو مقابله کنیم. برای جبران اعوجاج باید یک تصویر فیلد مپ داشته باشیم. خب یه تصویر فیلد مپ داشته باشیم. حالا بخوام به خاطر کلی در خصوص این فیلد مپ کرکشن بگم، خب ما تو همونجوری که گفتم میدان هاییم، حالا فیزیک اف ام آر آی رو کوتاه و مختصر گفتم، اما باید بیشتر آدم بدونه بهتره. ببینید یک میدان مغناطیسی که ایجاد بشه تا اسپین های هیدروژن رو هم راستا کنه، هر چقدر هم بخواد همگن باشه باز هم همگنی خالص وجود نداره و همه جا همگن نیست و شدت و ضعف جایی وجود داره، پس لازمه که تصدیح بشه. معمولا همون میان فیلد مپ میگیرن، تو ثبت فیلد مپ میگیرن و قبل از تسک جایی که سر قرار بگیره میان میگیرن 2 تا تصویر از مغز میگیرن تو تیهای مختلف و این
دوتا تصویر رو اختلافشون میبینن و یه تشکیل فازی با هم میدن دیگه، یعنی تفاضل دوتا تصویر. و ما دوتا اندازه ابسولوت داریم. خب یعنی کلا چیزی تفکیک می‌کنه دوتا میشه سه تا مافل نیفتی داریم که یکیش فازه و دوتاش اندازه هستش برای فید مپ. بعد حالا ما میایم اینو وارپ میکنیم و تصویر سازی میسازیم و اینا. حالا تو بخش عملی بهتر میشه متوجه شد. مرحله بعدی ریالاینمنت یا اسلایس تایمینگ هستش. خب ببینید وقتی فانکشنال ما ثبت میکنیم این اسلایس به اسلایس میاد ثبت میشه و همزمان از کل مغز نیست. ما این کار باعث بشه که زمان هر ثبت تو هر اسلایس کمی متفاوت بشه. پس ما باید اصلاح زمانی رو هم انجام بدیم. خب ما میایم حالا برای جبران این اختلاف از اسلایس تایم کارکشن استفاده کنیم تا همه اسلایس ها به یک زمان مرجع برگردیم. یعنی ما باید بدونیم که آقا مثلا سیگنال اف ما تو هر لحظه که تو ذهنمون هست بخوایم مثلا میگیم که آقا 100,000 تا واکسل هستش، مثلا 90/90/60 هستش و هر واکسل در هر لحظه عددی داره که میزان فعالیت واکسله. حالا ما میخوایم این میزان فعالیت واکسل تو یک لحظه باشه و چون ما لحظات مختلفی ثبت شده و باید یک درونیابی بشه و بازسازی بشه و بگیم که با همه این فعالیت ها تو یک لحظه اتفاق میفته. این کار اسلایس رفرنس هم میخواد که معمولا اسلایس وسط از لحاظ زمان رو بگیم نه مکان رو و بقیه دیتا رو نسبت به اون بازسازی میکنیم که انگار اون دیتا های ما همزمان با اون دیتا رفرنس وسطیه که از لحاظ زمانی انگار هم با اون لحظه ثبت شده باشن. حالا من توی بخش عملی دقیقا نشون میدم که حالا یعنی دقیقا همه اینا رسم میشه، اسلایس وسط رو چجوری پیدا کنیم و نسبت به اون چیکار انجام بدیم. همه اینا رو انجام همه اینا انجام خواهد شد و خواهیم دید. حالا من خواستم تو این اسلایز بیارم با جزئیات بیشتر ولی گفت حالا تو بخش عملی تو با خود دیتا کار کنیم اون تو نشون بهتر تا به عنوان یه نمونه‌ای که بهش آگاه نیستیم. خب نمونه مشکل بعدی هد موشن هستش. خب هد موشن حرکت سر حتی تو حد میلیمتر هم گفتم میتونه تاثیرگذار باشه. حالا چه میدونیم یه عدسه‌ای سرفه‌ای بلع یک چیزی باعث میشه که آقا سر یکم تکون بخوره. اگر حرکت اصلاح نشوند سیگنال های کاذب به عنوان فعالساز مغزی تلقی میشن و اصلا کلا ما مثلا میگیم که آقا این واکسل تغییر کرد نسبت به اون تغییر کرد که این هم تو بخش عملی با جزئیات بیشتری ما آگاه میشیم که آقا مثلا از کجا بفهمیم که اینجا تغییر کرده. حالا یک سری راهکارهایی هستش من دیگه نیاوردم اون دیگه موقعی خواستیم ثبت کنیم هم میگیم که یه سری کارهایی میکنن برای اینکه این هد موومنت رو به حداقل برسونن. حالا یک سری دو سه تا تکنیک هستش که معمولا هم انجام میدن تو ثبت. حالا ما کاری نداریم و ببینید هر من حالا بخوام یکم جزئیات بیشتری بگم سر حرکت کرده یه جای مغز که بوده میره یه جای دیگه. مثلا هر باید بدونیم که آقا هر واکسلی که ثبت شده همه جا برای خودشه. اگه تو تکون بخوره خب این یعنی اون واکسل رفته یه جای دیگه. خب پس باید یک موشن کورکشن انجام بشه و باید بدونیم که آقا اون همه چیز برای خودشه. یعنی ما به ازای هر تی آی یک والیوم میگیریم و هر والیوم n تا اسلایس. مثلا هر مثلا هر مغز هر والیومش تقریبا 90/90/60. والیوم اول رفرنس والیوم های دیگه نسبت به اون تصویر سازی میشه. حالا چطوری ما باید این کار کنیم؟ چطوری میگم مغزتون
2 ثانیه که تغییر میگیم تو اون 2 ثانیه پشت سر هم تغییر نکرده باشه، چون بولد چند ثانیه طول میکشه تا خودش نشون میده. بر اساس بیشترین اطلاعات و اینکه سر نسبت به اون چقدر تکون خورده، مثلا خب نسبت به اون اطلاعات تو دیتا من نشون میدم، میبینی که مثلا اطلاعاتی که یه دونه واکسل با واکسل خیلی متفاوته و اون والیوم نسبت به اون دوره و پس ما اون دنبال والیوم هایی میگیریم، باید بگردیم پشت سر هم که بیشترین اشتراک رو با هم دیگه داشته باشن. بیشترین اشتراک رو باید با هر والیوم با هم داشته باشه و اگه این اشتراک کم باشه یعنی آقا ما ممکنه اینجا هد موشن داشته باشیم. بخاطر همین ما میایم موشن کرکشن رو با این کارمون میایم انجام میدیم. خب آقا حالا ما تو جابجایی تو 3 تا جهت داریم دیگه، x و y و z داریم، یا به صورت روتیشن هستش که بر حسب دگری به ما میده حول محور، حالا حول محوری که وجود داره و بعد به ما میگه که آقا این حرکت استارت چطور بوده، دگری تبدیل به رادیان میشه و بعد حالا به ما یک نمودارشو میده و اعدادشو میده و همه اینا میشه ریال و ما میفهمیم که آقا کجا دیگه سر مثلا تکون خورده یا حاصل از عطسه یا چیزی بوده. مثلا تو این نمودارها ببینیم حرکات تو طول زمان ثبت شده، یعنی همه حرکتی که تو طول زمان ثبت شده و گاهی ممکنه که یک نقطه حرکت زیادی اتفاق افتاده باشه که حالا نشون داده مثلا اون عطسه بوده یا تکون بوده یا حرکت شدید بوده که اینقدر زیاد بوده ماشاءالله. و این حرکت اگه بیش از حد باشه ما باید اون ناحیه رو حذف کنیم، اون حجم همه رو باید حذف کنیم. حالا یه روش‌های بعدا هم میگم، روش‌های آیسی یا این روش‌هایی هستش که این کارا رو انجام میدن. حالا اینم که عددی سازی شده و که به ما داده. حالا مرحله بعدی آقا ما همه این کارا رو کردیم، حالا میخوام دیتا خودمون رو ببریم به یه فضای استاندارد که همه مغزها از لحاظ اندازه یکی باشن، که آقا هر جای جهان بگیم که آقا فلان جای مغز از لحاظ یک نقطه کارتزین بگیم که آقا کل جهان میگن این جای مغز همون اون جای مغز. و برای این کار اومدن تقریبا از میانگین 152 تا فرد سالم ایجاد شده و مرجع خیلی خوبیه که ما باید اینو به این فضا ببریم. خب FMR که نسبت به آناتومی رزولوشنش کمتره، پس ما اول باید برای این کار اول ببریم به اون فضا، یعنی یک سری حساسیت داره برای ما، مستقیما نمیتونیم ببریم فضای MNI چون مستقیما ببریم خطای زیادی داریم. خب حالا مگه ما تصویر همون گفتم، مگه ما هر جای تصویر تیوان فرد رو هم نداریم؟ خب از طرف این MNI که هست تصویر تیوان هستش دیگه. خب پس چند تا استپ داره. اول ما باید کوریجستر کنیم، آناتومی رو سوار FMR کنیم، حالا یا FMR رو سوار آناتومی کنیم. یعنی بیایم اون دیتا استراکچری که از اون فرد سوار شده سوار اون رو سوار FMRI میکنیم. ممکنه هم ابعادش مثل هم نباشن، پس ما باید ماتریسی محاسبه کنیم که اون ماتریسی بهش اعمال بشه و از لحاظ ابعاد با هم مچ باشن که این کار رو انجام بشه و منطبق باشن. حالا اگه کورریجستر شده باشه میگیم آقا تحت این ماتریس سوار و منطبق بر آناتومی 152 MNI میشه. پس ما این ماتریس پیدا میکنیم که میگیم تحت این ماتریس این تبدیل به MNI میشه، پس اون عملکرد رو تحت همون ماتریس تبدیل، پس چی بشه مثلا همون تصویر عمل کردی ما تحت همون ماتریسه که در آوردیم، اون ماتریس تبدیل از اون استفاده کنیم کار در میاد دیگه. پس اول FMR رو سوار آناتومی میکنیم، بعد از اون تحت چه ماتریسی نورمالایز میشه تحت همون ماتریس ما اون کار رو انجام بدیم و مرحله آخر میام کورریجستر شده رو حالا سگمنت میکنیم و تصویر آناتومی رجیستر، حالا با سگمنتیشن نیاوردم و حالا میبینیم که سگمنت میکنیم و نواحی مختلف رو جدا میکنیم و برای دقیق تر شدن باید بافتا رو جدا جدا داشته باشیم. میشه گفت مثلا هر کدوم از اون ناحیه چجوری برای منطبق بشه. خب پس سگمنتیشن علاوه بر سگمنت کردن، اون
ماتریسه به ما کمک می‌کنه ماتریس تبدیل رو هم پیدا بکنیم و تو تست نورمالیزیشن میگه خب اون 60 رو اعمال میکنه میبینیم به فضای استاندارد، میبریم به فضای استاندارد. حالا مرحله بعدی اسموثینگ هستش و برای این چه کار برای چی ما این اسموثینگ انجام میدیم؟ مثل یه فیلتر شبیه فیلتر گذاری رو تصویر هستش که نویز ها رو به ما کاهش میده و اسنا رو و افزایش سیگنال به نویز انجام میده و اثرات باقی مانده از نرمال سازی ناقص یا حرکت اصلاح نشده یا هر چیزی اثری که ما خوب کار نکردیم عمل نکردیم میایم اسموثینگ میاد جبران میکنه و حالا اسموثینگ میاد رزولوشن فضایی رو کاهش میده و سیگنال ها حواسمون باید به این موضوع باشه. حالا برای این کار میام که آقا هر واکسل رو حالا این چجوری انجام میشه، میام هر واکسل متوسط دادای اطرافش رو در نظر میگیریم. تو SPM دیفالتش 8 تاه، اما تو پیپرها و مقالات من دیدم مثلا 5 دیگه، حالا همون 5 ما انجام میدیم. یعنی 5 خوبه، یعنی مثلا میاد هر واکسل مقدارش میشه 5 تا واکسل اطرافش با متوسط گیری زمان خودش. و حالا اسموثینگ هم یه فیلتر پایین گذر آرتیفکت رو از بین میبره و دوم تفاوت‌های ذاتی بین افراد که ربطی به تست کم ندارن از بین میره. خب ممنونم. اینم بخشی بود که آقا ما چرا اصلا باید این کارا رو انجام بدیم. حالا بخش بعدی دیگه میریم تو محیط خود SPM، دیگه پاورپوینت اینو نداریم، میریم تو خود محیط SPM با هم دیگه کار میکنیم و این مراحل رو انجام میدیم و کد میزنیم و تا یه دونه داده یه پری پروسسینگ خوب روی داده انجام میدم و تا متوجه بشیم.